ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. имрӯза мавзӯъ дар бораи кай мардуми сарбаланди тоҷик соҳиби барқу газ мешаванд ман гуфта мегузарам. ҳози пеш аз суҳбатам бо иншоаллоҳу раҳмон як наворро ман худам 1 минута 1 дақиқа видео кардам. ҳозир дар ҳамин хона برای شما با دیگر تلفن نشان میدهم. متاسفانه وقتی من نوار میکنم ویدیو اون گاز رو من نشان داده نمیتوانم، برای اون که همین تلفن چخیل قفا میگردانی نفهم صرفا نرفتم. من با دیگر تلفن ویدیو کردم. حاضر انشالله برای مردمی سربلند تاجیک نشان میدیم. بعد صحبت رو ادامه میدهیم. باید شما بیدار شویتان. بعد من میگم کدام سال شما صاحب برق میشوید. خوش. امیدوارم که همین گاز شما خوش. السلام علیکم هموطنان عزیز. امیدوارم که معلوم است گاز شما میبینید. حاضر اما نگاه کنید. کپ کپیده. اما نگاه کنید. دیدین این گازی پرارود نیست، بالون نیست. فهمیدین؟ چقدر این کبوتی خوشرو از آذربایجان آوردگیم. هر ماه 150 کپک می نویسم. من چقدر قید کرده بودم در دیگر نوارم که پولی گاز نمیگیرم. این گاز نگاه کنید. خیلی شروع کار کرده است. دیدین؟ انا رحمان رو میگوید که ما گاز نداریم، نمیدونم چی کار کنیم. الله لعنتت کنه. خوش هموطنان عزیز، من برای شما گازی پرارودنیا از آذربایجان با گرجستان آوردگیم، برای مردمشون تامین کردگیم. اون روز برآمدی پرخوکی رحمان رو دیدیم، میگوید که ما گاز نداریم چیکار کنیم. الله لعنتت کند. ازبکستان گاز دارد، قزاقستان گاز دارد. برای چی تو برای مردمت گاز نمیبری؟ پس تو خدازاده، تو حرامزاده، تو مادر بخطا با کی در کاری؟ یگان ناعهده برا هستی، هیچی از دستت نمیباید. تو چی لازم هستی برای ما؟ امروز هموطنان عزیز چند منطقه ها بنویستن که برق نیست. سبحان الله. مردم بیچاره در تاریکی نشسته داد و وای دارن که کی ما صاحب برق میشویم. صاحب برق شما میدانیتون کی میشوید هموطنان عزیز. تا رنگ مردم نیپال با پا خسته، این توده افباش حرامزادی نادیده ناخورده گدازاده سرنگون کرده، کوز مونده دون مونده سرنگون نسازیم، هرگیز و هرگیز صاحب برق، صاحب کار، صاحب زندگی، صاحب گاز نخواهند شد. این را فراموش نکنید هموطنان عزیز. این توده افباش حرامزاده والله بالله تالله دشمن ما و شما هستند. اینها را تنها میخزی همه کس رنگ مردم نیپال 500,000 آدم خست کوزشان ماندن، همون حکومتشان را. این پرخوک رحمان فعلا همه خیل میکنی، بعد صاحب گاز و بعد صاحب برق میشوی و بعد صاحب زندگی حلال میشوی. بهوده من ایجاد نکرده بودم که تا که این قوم را نمانیم دونگ، تا دمی مرگ ما بمانیم گونگ. تا که این قوم را نمانیم کوز، تا دمی مرگ ما نبینیم روز. تا دمی مرگ اگر خاموش باشیم، نه روز میبینین، نه زندگی میکنین، نه شما زمانی گویا پیدا میکنین. شما خیال نکنین که این میرود اونقدر میلیارد دلار ها میطلبد شما فرد صاحب برق میشوین. هرگز نه. این پول سهمیه های شما را کجا برد؟ 10 سال 15 سال پیش گفته بود که برق افسانه میشود. این حرامزادی پرخوکه که میرود مردم مظلوم تاجیک در سازمان ملل دروغین همشه تروریست و اکستریمیست میشمارد. این حرامزادی مادر بخطا کیست؟
حالا تو تروریست و اکستریمیست ندیدگی در کونت چوب زده از دهانت دستی بله کشیده میگیریم. مطمئن باش لام را تسپانده کو در کونی تو زده از دهانت کشیده گرفتن در کار که دیگر تو یک بار سخن نکنی که این مردم تروریست و این مردم اکستریمیست گوتا. و همین خاطر بیدار شویتان. والله بالله تالله تا اینها را یک باره نکنیم نه صاحبی برق میشوی، نه صاحبی زندگی میشوی، نه صاحبی جای کار میشوی، نه تو سربلندانه زندگی میکنی. این اولاد حرامزاده، این اولاد نو تاجیکی مغولی منقیتی پلید دشمنی شهروندای تاجیکستان هستند. دشمنی ازبک ها، دشمنی تاجیک ها، دشمنی لقای ها، دشمنی قنقرات ها، دشمنی دیگر و دیگر ها هستند. این حرامزاده ها اینا از ملت هایی که نامبر کردم از ملت ما و آنها نیستند و هرگز نیستند. اینها حرامزاده ترین انسان در روی زمین هستند که امروز این ملت را نه برق میدهند، نه جای کار میدهند، نه زندگی میدهند. حرامزادی بشرف ناشرمیده برای مونده میگه که ما گاز نداریم چیکار کنیم. و تو پشال نخوی شو بعد یکی نشد حرامی ما میبریم گاز برای مردم ما برای مردم ما برق میتیم. تو نمیتوانی چیگوه میخوری که فلانش تیار کرده است که 35 سال بازا نمک زده خورده گشته که نمیمونی که مردم روزش پیش برد و مردم گیرن و این مردمی سرسختی بدبختی که امروز حرامزاده های بیناموسا با دعوت دارن که با انگلیا کار بین زنکاشا 35 سال مرداتون غلام و در بدر کرد. با کدام آبور شما حرامزاده مادر و خواهر تاجیکا با انگلیا کار فریاد میکنین؟ بیناموس ها، به شرف ها، الله لعنتتان کند حرامزاده ها. تو پرخوک رحمانوف از دستت هیچی نیابد پشال وان 10 شب حرامزاده. ما مردم ما به جای کار میتیم، ما مردم ما برق میبریم، ما مردم ما به گاز میبریم. دیگر مملکت ها که گفت و شنید و صحبت کرده یعنی گپ زنان کرده میبریم و مردم ما همه چیز تعیین میکنیم. من در منطقه که شهر پنجکین زندگی میکردم من کودک بودم 24 ساعت گاز بود. نویسه نگه دروغ گویم. این پرخوک آمد امروز نه برق میاوی اونجا بیو نه گاز میاوی و نه چیز میاوی. 24 ساعت گاز بود. گاز کار میکرد. گازی پریرودنی ازبکستان میداد، از ازبکستان آورده بودن. این ناشرمیده حرامزاده میگه خواهی برق ما تعمیم میکنیم 2027 ولی پد وپروسای میگوید که خواهی گاز نداریم چیکار کنیم اکن. و مردم یوروپا کجا روسیه کجا از روسیه کشانده بردن کو مردمشون با گاز تامین دارن کو. تو حرامزاده از دستت چی نبیاد چی گفت میخوری که فلانش ترک کرده است که تو 35 سال بازار میخوری و این مردم به خدمت نمیکنی. تو کیستی؟ امروز حال مردمی تاجیکا میبینی مرغان هوا گریه میکنن میگه ما برق نداریم، ما در تاریکی نشستیم، ما یک آبی گرم نیست که داریم طهارت کنیم یا آبازی کنیم. الله لعنتت کنه تو حرامزادی پلیدی مادر به خطایا. به همین خاطر بیدار شویتان. 2100 اگر همین خاموشی تان باشد همونجا هم صاحبی برق نخواهین شد. رستم گونگک میبیاد این حرامزاده بعد این انوشیروان میبیاد. انوشیروان با بچه خودشون برد انا خیلی خار و ذلیل و در بدر و خاک بسر میمونن. حالا این حرامزادی نرکمانی گونگک بیاید این مردم کو از وطن به وطن بشوند، خانه هاشون رو پرتفته نبروند. والله بالله تالله قسم توف درد محمد توایف گویتان این حرامی گونگک بیاداله شما سرزمینتانه با دو دست ادب از ترس یک توده افباش از دست میدهین. ما باید از الله بترسیم. ما باید از الله بترسیم. این پرخوک را با آتو اولادشو با انمون قاتلای تروریستای اطرافش کوز و دون مانیم یک بره کنیم ملت ما سرشته کنیم صاحبی زندگی حلال کنیم. این چه زندگی است که حرامزاده ای مادر به خطا ای شرمنده ای توف در بری روی تو کثیف خوک صفت ناشرمیده میگوید که چخیل گاز نداریم خواهی چیکار کنیم. و تو 35 سال گویی کیا خوردی؟ 35 سال تو کجا پیشروی کردی؟ والله بالله تالله صدها قدم به قفا نرفته باشم من پدر لعنت ترین انسان باشم. تو حرامی ما رو به کجا برده رسوندی؟ تو با امروز مردم برق نمیتی. همه منطقه ها
دو دوی دارن که ما بر نداریم گوتا. انشالله رحمان روزی نیپال رو پرخوک رحمان رو انتظار باش. هموطنان عزیز، یک روز ما دعوت میکنیم که ای هموطن با پا خیز، روزی کوز ماندن این توده افباش مغول منغتی تروریستی تاجیک کش رسیده است. باید همه گوشاتون هم خیلی چور باشد. اعلان که کردیم همه باید با پا خیزین، بعد شما زندگیتون خوب میشد. خطاب من با پدر و مادران، فرزنداتون روان میکنین در روسیه دیگر جاها میغلطن میمورن، در سترویکه ها میمورن، در بلندی ها افتاده میمورن، از تگ دستی قاتلای روس یعنی ملتگرای روس بخشش کشته میشوند. برای شما این هیچی نیست. پس شما چرا نمیخواهید که فرزندتان شهید شود بر ضد این توده افباش خسته حلال مردو سربلندانه پیش نزد پروردگار خویش رود؟ چرا این را نمیخواهید؟ چرا فرزنداتان سگمور میشوند در روسیه دیگر جاها؟ فردا در نزد الله شما گناهگار هستید. آنها روند شما را خلاص کنند، فرزنداشون نسل آینده خلاص کنند، شهید شوند. این برای شما به نیست؟ تا که شرمندگی؟ نیپال دین نداره نه، 51 نفر کشته شد، برآمدن سرزمینشان رو رها کردن. ما الحمدلله الله یک و یگانه داریم، باید از الله ترسیم. امروز یک پرخوک مادری خواهر تاجیک استرک روی مالش میگیرد، ریشی برادر میگیرد، با اون گنرال حرامزادهش نشر کردم نگاه کنه چی میگوید. انشاءالله میگوید من حال بیشتر ریشای شما میتره شما بیشتر شما پسی پنجره میبرم. حرامزادی مادر بختای مغول انشاءالله آزادی شود. من خودم محمد تقویف ستناک در دست تو میدم، انمو زندان با پشم حرامی تاجیکای و ازبکای و قرغیزای و دیگر ملت های تراشده میگردی. تو با رشته شدی، تو حرامزاده، تو عرق خورده امروز ناشرمیده با تو این گنرال بوده است نوار کردن نشر میکنی. تو نسل آینده ما رو بیره کرده ایستاده ای. تو حرامزادی پلید. چرا پرخوک رحمان فی مادر فایشه مادر جلبی مادر غر تو را به جوابگری نمیکشد؟ برای این الکشه تو، برای این دیوانگی تو، برای این گپایی که عموما درست نمیگیرد، این مردم رو تحقیر و این مردم رو یعنی اوگراژت و این مردم رو یعنی آبروشو پس کردن. چرا پرخوک رحمانوف تو حرامزاده رو جریمه نمیکند یا پسی پنجره نمیبرد؟ اینجا 100% فرمان انمی کافری مطلق است که میخواهد که این ملت از بین روند، ولی شیران الله هستند. تا تو را کوز نمونیم، تا تو را دم نمونیم، حرامزادی پلیدی ما در بخطا ما هرگز و هرگز از این راهی که انتخاب کردیم دست نخواهیم کشید. بیهوده محمد تقویف ایجاد نکرده بود یک توده مغول کلان ملت گردد، با خونریزی قهرمان ملت گردد. وقتی که پیروزی گشت نصیب تاجیک، این قوم مغول فلان ملت گردد. شما فلان ملت تاجیک میگردین، این رو فراموش نکنین. اینها با خوشامد، اینها با یعنی مراجعت، اینها با یعنی تبلای و تزلا هرگیز و هرگیز درست نمیگیرد. اینها رو همه کسا میخیزی کوزشان میمانی، نست و نابودشان میکنی. اینها رو حتی الله مهربان اجازت دادگی است که کسی تو به ضرر میرساند. این حشرات ها را باید ما بی ضرر گردانیم، سرزمین ما تازه کنیم. اینها کثافت ترین، حرامزاده ترین، اینها هم دیگرش را ینگش به دخترش و به دیگرش فرق نمیکرده که ها اینها قتل کشتنشان، اینها رو نست کردنشان اجازت هست. هموطنان عزیز، اینها ما را بلیستی بروزند. اینها زنشان، دخترشان، مادرشان فاحشه که هست میخواهند که ملتی تاجیک میخواه شوند. ولی که ما انشالله چشم داریم، گوشی شنوا داریم، ما کر نیستیم، ما چشم ما پرده ندویده است. ما رنگی حرامزاده هایی که این پرخوک را پشتیبانی میگیرن، پشتیبانی میکنن، آب همون فلانش در چشماشون ریزانده است نمیبینن. ما رنگ اینها کور نیستیم. هموطنان عزیز، ما تمام چیز را دیده ایستادیم که این پرخوک ما را به کجا رساند، ما را به کجا برد، ما را چخیل عذاب و چخیل دربدر و چخیل خاک بسر کرد. تو حرامزاده
از دستت هیچی نیاد پشالوان باری دیگر 10 شب نستو نابود شو که ما خودم و مردم تاجیک را سرشته میکنیم با خودم و این ملت را انشاءالله الرحمن از تمام شرایط با جای کار تامین میکنیم برقشان میدیم زندگیشان رو بهتر میکنیم تو حرامی دیگه افسانه نخوان تو برای ما هیچ کسی تو یک حرامزادی خر تجاوز کن هستی در تاریخ باقی میمانی بیدار شویتان هموطنان عزیز السلام علیکم